امروز داخل GTA V نقاشی هر چیزی که فکرشو بکنی و بکشی جلوت ظاهر میشه. 5 مکان هست که توی اون مکانا بالای 100 میلیون دلار پول نقد هستش و فقط 60 دقیقه مهلت دارم که خودم رو به اون لوکیشن برسونم و پولا رو بزنیم به جیب. از اونجایی که نقاشی هر چیزی رو بکشیم زیاد به این ماشین توجه نکنین. از اونجایی که نقاشی هر چیزی رو بکشیم جلومون ظاهر میشه، بریم یه دونه هلیکوپتر بکشیم تا پرواز کنیم و بریم بالای اون ساختمون. بچا ببین از اونجایی که نقاشی من خیلی خوبه، اصلا سلطان نقاشی کشیدن داشلی. خب بچا شبیه هلیکوپتر شد دیگه. آره حالا رنگش هم بزنیم و بیا. خدای یه هلیکوپتر خیلی خفنی شد دیگه، قبول دارین؟ واقعا هلیکوپترمون رو کشیدیم. الان دکمه این سیو بزنم هلیکوپتر جلومون ظاهر میشه. 1 2 3. آقا هلیکوپتر ظاهر شد. خدای نقاشی همینو کشته بودم دیگه. نگاه این چیزش هم کشته بود بغلشو. آقا برو بریم بالای اون ساختمونه، پولا رو بزنیم به جیب که اولین لوکیشنمون همونجاست. و اینکه بچا چنلمون 500 تایی شد. دمتون گرم. بریم واسه 1000 تا. یادتون نره که چنلمون رو همین الان سابسکرایب کنید. آقا لوکیشن اونجاست. چند نفرم آدم هستن، 2 تا ون و اینا. کام یه آرپیچی همشون رو بسازه. آها اوه زدم ترکوندم. بدو که اصلا وقت نداریم. برو. اوه بچه پولا رو نگاه کنین. یو خدا. خب بچه 100 میلیون دلار زدیم به جیب. خب بچه لوکیشن بعدی اون بالای اون ساختمونه. فقط چجوری بریم اونجا؟ نمیخوام با وسیله باشه، میخوام یکم متفاوت تر باشیم. یه پلی، یه چیزی، راهی میخوام بکشم که بریم اونجا. پس بریم 2 تا ساختمون رو بکشیم و یه راه بهش وصل کنیم. بچه من اینجام، این ساختمونیه که روش پولا هست. اوکی، فقط من میخوام یه راهی باشه که مثلا راه رو با یه رنگ دیگه بکشم. یه راهی باشه که از اینجا منو وصل کنه به اینجا. خیلی کار ایزی و راحتیه. سوار یه وسیله میشیم و میره اونجا. بریم ببینیم میتونه یه پل درست کنه یا نه. 1 2 3. حاجی این یو خدا بچه ببینین چی اسپان کرد. پیاده که بعید میدونم بتونیم بریم. بذار ببینیم یه تست کنیم. نه بچه پیاده نمیشه. بذارین یه ماشین ظاهر کنم با اون بریم. آقا ماشین بذار یه پراید بکشم. آره احساس میکنم یکم پراید با کلاسی شده. فقط بچه لوگوی سایپارم بکشم که بتونه تشخیص بده که ما پراید میخوایم، ماشین دیگه این نمیخوایم. اینم لوگوی سایپار. بزنیم ببینیم چی اسپام میکنه. 1 2 3. بچه پرایدمون اومد. بنازم پراید سایپار سبا. آهان کنگیر کن. خوبه اینجا پیاده شدیم. ببین پراید میگم میتونه یعنی میتونه. بچه پولا رو نگاه. بنازم. خب بچه پولامون شد 200 میلیون. لوکیشن بعدی بچه اون کوهی که اون بالا روبرو میبینین اونجا. فقط واسم سواله که بچه با چی بریم اونجا. بذار اول بیایم پایین. بچه یه ماشین لامبورگینی هست که خیلی عجیب غریبه. من اونو میخوام ببینم اونو اسپام میکنی یا نه. ببین ماشین شبیه سفینه است. بدنش همچین چیزیه. بعد ماشینی یه همچین شکلی. امیدوارم که بتونه تشخیص بده. برو بریم. 1 2 3. حاجی ماشین اومد. وای بچه همین ماشین بود. نگاه چراغا رو. خیلی ماشین خفنیه. خیلی اصلا پشتشو نگاه. بنازم. آقا اصلا فکرشو نمی‌کردم این ماشینو بیاره. ببینم الان لاستیکاش. بچه‌ها نگاه کنید لاستیکاش روشن میشه. بچه‌ها بزنین یه جای تاریک برم بهتون نشون بدم. خیلی ماشین شیکه این لعنتی. نگاه لاستیکا رو نگاه کن. وای بچه‌ها چراغای پشت جامپرش هم بچه‌ها روی شیشه‌ش اصلا خیلی چیز خفنیه. برو بریم اون لوکیشنی که قراره 100 میلیون دلار دیگه رو پیدا کنیم. بچه‌ها خدای خیلی ماشین خفنیه. اصلا ظاهرش رو نگاه کنین. آقا اگه من اینو میکشم ظاهر میکنه، پس بزن یه ماشین دیگه هم بکشیم. آقا یه ماشین لامبورگینی دیگه بود. اینم شبیه فرمول 1 بود. خیلی این یکی عجیب غریب بود. اوله خیلی عجیبی داشت. شبیه ماشین بتمن شد. آقا ماشین دقیق یادم نیست ظاهرش چجوری، ولی همچین شکلی داشت. حالا ما لوگوش هم اینجور میکنیم که مثلا بتونه حدس بزنه لامبورگینیه. آقا برو بریم ببینیم اینو میتونه ظاهر کنه یا نه. 1 2 3. حاجی فقط چرا این شکلیه بچه؟ اینجور نکنه من ناقص کشیدم ماشینم ناقص آورد. عجب ماشین. لاستیکاش هم دقیقاً همونجور که کشیده اومد. پشمام. آقا بریم سوار این بشیم ببینیم این چه جوره. چه سرعتی داره. چراغ پشت رو نگاه. بنازم. داخل ماشینه ببینیم. فرمون فرمول 1 انگار. البته ماشین شبیه فرمول 1. فقط بچه‌ها کوهی که می‌خوایم بریم اون کوه روبرویه، ولی با این ماشین بعید میدونم بتونیم بریم. بذارین یه ماشین آفرود بکشم. ببین لاستیکو گنده. بنازم. حالا چراغاش هم اینجور میکنیم. ببین هر چی شد فقط آفرود باشه دیگه. لاستیکا رو گنده کشیدم. ببینیم چی ظاهر میکنه. 1 2 3. بابا بنازم. دقیقاً اون چیزی که کشیدم آورد. حاجی برو بریم. ببین مود کارش درسته ها. واقعا کارش درسته. خب بچه‌ها رسیدیم بالا. حاج آقا یا الله ما اومدیم.
بریم ببینیم فقط این پولا چرا دو تاست داداش؟ پول زیادی میخوای بدی؟ برو بریم. اوف بنازم به این پول. خب بچا 300 میلیون حالا پول داریم. با این مود خیلی حال کردم که هر چی میتونم بکشم و ظاهر میکنم. مثلا این سری چی بکشیم؟ بچا یوتیوبو بکشیم چی میشه؟ لوگوی یوتیوبو بچا بکشم ببینیم چیزی اسپام میشه یا اصلا میتونه چیزی رو تشخیص بده یا نه. آقا بریم ببینیم چی ظاهر میکنه. 1 2 3. بچا مثل اینکه هیچی ظاهر نشد. این چیه؟ حاجی what the fuck؟ حاجی پشمام. برو اونور. آقا باورم نمیشه لوگوی یوتیوب رو به جای اون وینوود یا همون هالیوود نوشته بود. از دور نگاه کنم چقدر خفنه این. آقا من دیگه عاشق این مود شدم. فوق العاده است. هر چیزی